الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما فرزندان نیکوکار عزیز و شما پدران و مادران بزرگواری که فرزندانتون رو دوست دارید و خطاهای اونها رو نادیده میگیرید و دل بزرگ و مهربانی دارید و نباید هم غیر از این باشه، چرا که پدرید و مادرید. یا اجازه بدید اول لفظ مادر رو ذکر بکنم، چرا که مادرید و پدرید. هرچی باشه مادرها حق و حقوقشون بیشتره، همون جوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود و زحمت بیشتری کشیدن برای فرزند به طبع. با عرض پوزش از پدران بزرگوار و میدونم که ما رو ملامت نخواهند کرد در این گفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب صحابی که از ایشون پرسید کی حقدارتر به من که بهش نیکی بکنم فرمود مادرت. دوباره پرسید، بعدش فرمود مادرت. دوباره پرسید، بعدش سه باره پرسید، بعدش فرمود مادرت. و بار چهارم باز هم پرسید، بعدش حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود پدرت. همچنان با شما خوبان هستیم در گلستان نیکوکاری به والدین. خدمت به والدین عبادت بزرگ نیکوکاری به والدین. دوست دارم که ابتدای جلسه رو با ابتدای این قسمت رو با آیه از سوره مبارکه احقاف آغاز بکنم. آیه 15 که الله تعالی در این آیه انسانها رو سفارش میکنه به والدینشون، به پدر و مادرشون، به نیکوکاری به اونها. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. ما سفارش کردیم انسان رو که به پدر و مادر خودش نیکوکاری بکنه، با نیکویی برخورد بکنه، حق و حقوق اونها رو ادا بکنه، قدر اونها رو بدونه و اونگونه که شایسته است با اونها برخورد بکنه. حملته امه کرها و وضعته کرها. مادر انسان ها، تمام مادرها فرزندانشون رو به سختی در شکم نگه داشتن و مشکلات و حمل اونها هم مشکل بود. واقعا تولد نوزاد سخته و مشکلات زیادی رو برای مادر به همراه داره، اما لذت اون لبخند و یا حتی گریه فرزند تمام این غم و غصه رو از دل مادر بیرون میکنه. و امید پدر و مادر به این فرزند در آینده که عصای دستشون باشه در دنیا و صدقه جاریه در آخرت، نور چشمشون باشه در دنیا و نور چشمشون در آخرت. الله تعالی پدر و مادر فرزندان رو نسبت به پدر و مادر تأکید فراوان می‌فرماید در این آیه. در ادامه می‌فرماید و حمله و فصاله 30 شهرا. دوران حمل فرزند و دوران شیردهیش با هم حدود 30 ماه طول میکشه. حداقل دوران حمل 6 ماه میشه اگر این آیه رو با اون آیه 233 سوره مبارکه بقره در کنار هم قرار بدیم که فرمود والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. مادران هم فرزندان خودشون رو 2 سال شیر بدند، 6 ماه دوران حداقل حمل. اشاره به اینه که 30 ماه حداقل مشکلات، سختی ها، حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، تا اینجایی که
وقتی که این فرزند بزرگ میشه و به دوران پختگی میرسه، به 40 سالگی میرسه، دعا میکنه قال رب اوزعنی. اینجا در این آیه وصف حال فرزندان نیکوکاره، صفات فرزندان نیکوکار، کسانی که حق پدر و مادر خودشون رو ادا میکنن. یکیش این دعاست، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی. خدای به من توفیق بده که من تشکر بکنم، شکرگزار باشم، سپاسگزار نعمتی باشم که شما بر من بر والدین من عطا داشتید. و ان اعمل صالحا ترضاه، و کار نیکی انجام بدم که شما راضی باشی. خدمت بکنم به پدر و مادرم، بتونم این سرمایه‌ای رو که شما به من دادی قدر بدونم و نیکوکاری بکنم در قبال اونها. انی تبت الیک و انی من المسلمین. من توبه کردم به سوی تو، من باز میگردم به سوی تو و من از تسلیم شدگان در برابر دستورات تو هم. هر چی شما امر فرمایید من اطاعت میکنم. دعای خیر میکنند نسبت به فرزندانشون، توهین نمیکنن، صدا بالا نمیبرن. متاسفانه پیدا میشن خیلی ها که صدا بلند میکنن روی سر پدر و مادرشون، خشمگین میشن، فریاد میکشن، حتی توهین میکنن، فحش میدن. متاسفانه بعضیا گستاخی رو به حدی میرسونن که میزنن. آیا انسان بحث مسلمانی رو فعلا اون به جای خود، آیا انسان باش این کار رو میکنه؟ یک انسان پدر و مادر خودش رو میزنه، فحش میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یکی از گناهان کبیره اینه که انسان پدر و مادر خودش رو فحش بده. صحابه تعجب کردن یا رسول الله و هل یسب الرجل ابوی؟ آیا انسانی پیدا میشه که پدر و مادر خودش رو فحش بده؟ آیا انسانی پیدا میشه این کار رو بکنه؟ تصور من و شما، برداشت ما تا اینجای حدیث اینه که خب شخصی اومده و به پدر و مادرش توهین کرده، فحش داده، رفت. نه، حدیث به نکته ظریف‌تری از این اشاره میکنه. حتی این که اصلا به جای خود، این که شکی در این نیست که چه گناه بزرگی است. حضرت صلی الله علیه و سلم در پاسخ تعجب صحابه فرمود بله، این شخص میاد یک مردی رو فحش میده، پدر کسی دیگه رو فحش میده، یسب الرجل اباه. میاد پدر کسی دیگه رو فحش میده، فیسب اباه. اونم میاد بابا اینو فحش میده، میگه بر پدرت، اونم میگه پدر خودت. فیسب امه و یسب امه. میاد مادرش رو فحش میده، اونم میاد مادر اینو فحش میده. اینم گناه کبیره است. تا این حد با خود پدر و مادر مستقیما گفتن که به جای خود. این که انسان بره به یک شخص دیگه در کوچه و خیابون فحش بده و اونم برگرده به پدر و مادر فحش بده، اینم گناه کبیره است. این فحش دادن به پدر و مادر خود آدمه. این روایت بخاری و مسلم هر دو تا روایت کردن که انسان بره پدر و مادر کسی رو فحش بده و اونو در مقابل بیان پدر و مادر این شخص رو فحش بدن. دعا کردن. بترسید از دعای والدین بر ضد خودت. بترسیم از دعای والدین بر ضد خودمون. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود 3 نفر دعای اونها هیچ وقت رد نمیشه. دعای یک انسان مریض و بیمار در حق کسانی که سالمند، چون اینها به خدا نزدیکترند، چون اینها دل شکسته ترند. دعای غریب در حق غریب و مسافر در حق کسانی که حاضرند، چون غریب و مسافر هم دل شکسته تره، حزن بیشتری داره، قلبش متأثرتره، متألمتره. و دعای پدر در حق فرزندش، دعای والدین در حق فرزندشون رد نمیشه. هر کی میخواد باشه اون فرزند در هر درجه و مقامی که باشه. من یک خواهش از والدین گرامی دارم، از پدران و مادران بزرگوار و عزیز، که بد دعایی نکنید نسبت به فرزندانتون رو دعای بد نکنید، نفرین نکنید، هر چقدر هم باشه نکنید، پاره تن شما. و یک
خواهش از فرزندان بزرگوار و عزیز بپرهیزید از این که پدر و مادر دعایی بکنن، خدایی نکرده. یک داستان بسیار زیبا رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نقل فرمودن، برای این بددعایی والدین چقدر تأثیر میکنه، هر چقدر انسان خوبی باشه آدم. روایت رو امام بخاری و امام مسلم نقل میکنن که سه نفر در گهواره سخن گفتن. یکی حضرت عیسی علیه السلام و دوم شخصی بود که خاطر جریج اومد سخن گفت. جریج کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود جریج یکی از عبادت گزاران بنی اسرائیل بود، یکی از اولیای الله در بنی اسرائیل بود، قوم حضرت موسی علیه السلام. یک عبادتگاهی برای خودش یک جای درست کرده بود و اونجا مشغول عبادت بود. کارش بود فقط مشغول عبادت بود. این انسان مشغول عبادت بود. روزی مادرش اومد صداش کرد، یا جریج یا جریج. اون جریج در حال نماز گفت یا الله امی و صلات. تصمیم گرفت که نماز خودش رو ادامه بده. مادر صدا کرد، جوابی نشنید، رفت. دوباره فردا اومد، دوباره صدا کرد یا جریج. جریج در حال نماز خواندن دوباره گفت خدایا نماز. مادر دوباره نماز رو ادامه داد. دوباره روز بعد بار سوم دوباره اومد صدا کرد یا جریج. دوباره نماز و مادر خدایا مادر نماز. کدوم؟ دوباره این با نماز رو انتخاب کرد، نماز خودش رو ترک نکرد. در حالی که یک پرانتز باز بکنیم، اگر نماز نافله باشه و پدر و مادر انسان رو صحبت بکنن، ندا بکنن، انسان باید نمازش رو ترک بکنه طبق این حدیث. در این لحظه مادر جریج دعایی کرد خدایا جریج نمیره مگر اینکه چشمش بیفته به صورت زناکاران. عجیب دعایی کرد، دعایی بدی کرد در حق جریج عابد، یکی از اولیای خدا. مادر ناراحت شده که چرا جواب منو نمیده. 3 بار صداش کردم خدایا این رو از دنیا نبر تا وقتی این که چشمش به صورت زناکاران بیفته. عده‌ای در بنی اسرائیل مشغول سخن گفتن بودن درباره عبادت گذاری جریج. چون عبادتی داره، این گونه است. زنی که در زیبایی شهره آفاق بود اومد و از مجلس اینا رد میشد. گفت میخواین که من جریج رو به فتنه بندازم، یک بلای سرش در بیارم. رضایت دادن، حرکت کرد، رفت تا جریج رو بفریبه. رفت پیشش، یکی از اولیای خداست. این زن زیبا رفت پیشش، قبول نکرد، ردش کرد. انسان عابدی بود، انسان متقی بود، انسان پرهیزکاری بود. قبولش نکرد، رد کرد. همون دوره بر یک چوپانی بود که گهگدار میومد پیش جریج استراحت میکرد. اونجا میموند. این رفت، این زن اون چوپان رو فریب داد و باهاش رابطه نامشروع برقرار کرد. و بعد از مدتی از این چوپان حامله شد و رفت. اون تصمیم گرفته بود که هر جوری شده جریج رو بدنام بکنه، در یک فتنه بیاندازه. بعد از اینکه فرزندش به دنیا آمد گفتن فرزنده که اون گفت فرزند جریج. به دروغ تهمت زد. بنی اسرائیل همه بلند شدن اومدن تمام این عبادتکار رو به سر جریج خراب کردن، زده انداختنش بیرون. گفت چی شده؟ ما شأنکم، چطوره شما؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفتن تو رفته با یک زنی که رابطه نامشروع داشتی، با این زنی که رابطه نامشروع داشتی تو، و متهمش کردن به زنا. جریج گفتن اینم فرزندت. گفت بچه کجاست؟ گفتن این. گفت بیاریدش. تا اینجای داستان رو داشته باشید. بعد از یک میان برنامه انشاءالله این داستان رو با هم ادامه خواهیم داد. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرماید از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم کدامین عمل نزد الله محبوب تر است؟ فرمودند برپا داشتن نماز به هنگام رسیدن وقتش. عرض کردم دیگر چه؟ فرمودند
نیکی به پدر و مادر. عرض کردم دیگر چه؟ فرمودند جهاد در راه الله متعال. نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. جریج متهم شد. جریج رو متهم کردن به زناکاری. بچه کجاست؟ بچه رو آوردنش گذاشتن جلوش. بچه رو دید، گفت اجازه بدید من نماز بخونم. رفت 2 رکعت نماز خون، برگشت. انگشت خودش رو به شکم بچه زد، فشار داد. گفت من ابوک. بابای تو کیه؟ سبحان الله. این انسان به این درجه از تقوا و اعتماد و توکل رسیده که مطمئنه اینجا وقتی صحبت میکنه این انتظار رو داره که این جواب بشنوه. همچنین ولی از اولیای خدا، همچنین انسان ساده و معمولی نبود جریج. به این درجه از تقوا رسیده، به این درجه از بزرگواری رسیده. فقط یک دفعه مادرش دلخوش شده دعایی کرده بر ضدش. جریج میدونست داستان از کجاست. نماز خون آمد، شکم بچه رو دست زد. گفت بابای تو کیه؟ گفت بابای من فلان چوپانه. مردم این رو دیدن، بچه داره در گهواره صحبت میکنه. به اشتباه خودشون پی بردن، اومدن دست و صورت رو جریج رو بوسیدن، دست و پایش رو بوسیدن. گفتن ما رو ببخش، اجازه بده که ما عبادتگاه تو رو از طلا بسازیم. گفت نه، از همون گلی که بود درست بکنید کافیه. دعای مادر در حق فرزند، دعا اگر بر ضد انسان صورت بگیره این دعا ردخور نداره. دعا قبول میشه، حتما قبول میشه. کاری نکنیم که دعای والدین ما در دنیا و آخرت زندگی ما رو تباه بکنه. آیه را ادامه بدیم. آیه 15 سوره مبارکه احقاف. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. خاندان من رو نیکو بگردان، فرزندان من رو هم صالح بگردان، من به سوی تو بازگشتم و من از نیکوکارانم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا. اینها کسانی هستند که بهترین اعمال اونها که همین عمل خدمت به والدین هم یکی از اونهاست قبول میشه. و نتجاوز عن سیئاتهم. ما از گناهان اینها درگذر میشیم. اینها کیا بودن؟ اینها همون کسانی بودن که الله در آیه قبلی سفارش کرده بود به نیکی به پدر و مادر و دعا میکردن برای پدر و مادر و دوست داشتن که فرزندانشون هم نیکوکار بشه و اونها به پدر و مادر خودشون احترام بگذارن. نیکی به پدر و مادر باعث آموزش گناهان میشه. و نتجاوز عن سیئاتهم. به این داستان بسیار زیبا گوش کنید. روایتی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر این آیه بیان میکنه. برداشت حضرت عبدالله ابن عباس از این آیه و نتجاوز عن سیئاتهم. روزی روایت رو امام بخاری در ادب المفرد به سند صحیح ذکر کرده که شخصی آمد پیش حضرت عبدالله ابن عباس منفذر بزرگ صحابه، گفت یا ابن عم رسول الله، ای پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم، من دختری رو دوست داشتم، عاشق شده بودم بهش، دوستش داشتم. رفتم خواستگاری بکنم، منو رد کرد. کسی دیگه ای رفت خواستگاری کرد، اون رو قبول کرد. من غرور من اجازه نداد، غیرت من اجازه نداد، غیرت جاهلانه، غیرت من برافروخته شد، رفتم کشتمش، اون دختر رو کشتم. فهل لی من توبه؟ آیا راه توبی برای من باقی مونده؟ آیا راهی هست که من توبه بکنم، برگردم؟ حضرت عبدالله بن عباس پرسید علیک والده؟ مادرت زنده است؟ گفت نه، لا، نیست.
گفت برو توبه بکن، استغفار بکن تا میتونی اعمال صالح انجام بده که خداوند تو رو ببخشه. اون رفت خارج شد. تابعی بزرگوار شاگرد حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، عطا ابن یسار رحمه الله، آمد گفت یا ابن عم رسول الله، ای پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم، من شنیدم که شما از مادرش پرسیدی، اون گناه کرده بود، غلط کرده، اومد پیش شما راه توبه میخواست، شما گفتید مادرت هست یا نیست؟ ارتباط این دوتا انگار که گویی برای عطا ابن یسار مبهمه. حضرت عبدالله ابن عباس پرسید والله لا اعلم عملا صالحا احب الى الله و اقرب الى الله من بر الوالده. خدا قسم من هیچ عمل صالحی رو مقربتر نزد الله و محبوبتر نزد الله از نیکی به پدر، از نیکی به مادر نمی بینم. هیچ عملی نزد الله انقدر محبوب نیست و الله انقدر دوست نداره اون عمل رو به مانند محبت به مادر، خدمت به مادر. عزیزی که پدر و مادر زنده است، خواهر من، برادر من، کسی که مادرت زنده است و هنوز بهشت خودت رو نخریدی، مادرت زنده است و باش قهری، صحبت نمی کنی باش، فریاد کشیدی سرش، توهین کردی بهش، توهین کردی بهش، تحقیر کردیش، خجالت کشیدی از این که بگی مادر منه، چند روز تلفن نزدی بهش، هنوز باش صحبت نمی کنی، ازش خبر نداری، مادر تنها. برادر من ازدواج کردی، همسر دوست نداره با مادر زندگی بکنی، مادرت رو ترک کردی، ول کردی، مادرت تنهاست، از مادرت خبر نمیگیری، تمام حساب کتاب زندگیت افتاده دست همسرت، به مادرت رسیدگی نمی کنی، از مادرت خبر نمیگیری، فراموش کردی، این عبادت بزرگ رو ترک کردی. بلند شو همین الان، وقت رو تأخیر ننداز، بلند شو، برو پیشش، برو دستشو ببوس، برو صورتشو ببوس، برو پیشونیشو ببوس، برو پاشو ببوس، برو حلالیت بطلب ازش، دست مادرتو ببوس، دست پدرتو ببوس، پای پدرتو ببوس، حلالیت بخوا از اونا، بخوا حلالت کنن، از اونا بخوا ببخشنت، از اونا بخوا برای دعا بکنن، برو خودتو نجات بده، برو بهشت خودت رو بخر. اگه نمیتونی پیشون آبری، تلفن رو بردار، تماس بگیر همین الان، به تأخیر نینداز، تأخیر نکن، این عبادت رو بیشتر از این به تأخیر ننداز، جون خودتو نجات بده، خودتو بخر، خودتو ارزشمند کن، خودتو بالا ببر. رسول الله صلی الله علیه و سلم، ام المؤمنین عایشه مادرمان، جانهای ما و هزاران مثل من فدای نامش، فرمود که روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود شبی در خواب رفتم، خواب دیدم که در بهشت دارم قدم میزنم، صدای قرآن خوندن میشنوم، کسی داره قرآن میخونه، پرسیدم کیه؟ گفتن حارثه ابن نعمان، حارثه ابن نعمان صحابی شما داره قرآن میخونه تو بهشت، صدای قرآن خوندن حارثه ابن نعمان رو من تو بهشت شنیدم. گفتم حضرت صلی الله علیه و سلم میفهمه؟ من گفتم کذالک البر، کذالک البر و هو ابر الناس الی امه. اینه نتیجه نیکوکاری، اینه نتیجه نیکوکاری. و اون بیشتر از هر کسی به مادرش محبت میکرد، به مادرش احترام میگذاشت. داستان دیگه رو امام مسلم روایت میکنه که وقتی که از یمن کسانی می اومدن و اون مبالغ مالی رو که کمک میکردن به خزانه مسلمین می آوردن به مدینه، حضرت عمر رضی الله عنه میرفت بین اونها، همس میپرسید افیکم اویس ابن عامر، افیکم اویس ابن عامر، اویس ابن عامر بین شماست، اویس ابن عامر بین شماست. تا یک روزی که اویس ابن عامر رو پیدا کرد، اویس. حضرت عمر گفت تو اویسی؟ گفت بله. گفت از مراد؟ گفت بله. گفت از قرن؟ گفت بله. مراد و قرن اسم دو تا طایفه و قبیله بود در یمن. تو مریضی پیسی داشتی؟ بله. خوب شده، فقط به اندازه یک درهم مونده کف دستت؟ بله. تو مادری داری؟ بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفت، فرمود روزی میرسه که به همراه کمک هایی که از یمن میان پیش شما، عمر ابن خطاب رضی الله
اون روز امیر المؤمنینه. بین اونها یک شخص اسم نام اویس. از طریق وحی الله تعالی خبر داده به پیامبرش و چه خوش نصیبی اویس که نامش ذکر میشه. چند سال قبل از این اتفاق شخصی به اسم اویس میاد از مراد، از قرن. اون شخص مریضی پیسی داشته، همش رفته، یک بخشش مونده، مادر پیری داره و اگر قسم بخوره به نام خداوند، الله تعالی نمیگذاره که این انسان در قسمش دروغگو بشه، حتما کمکش میکنه تا این قسم رو برآورده بکنه. عمر اگر این شخص رو دیدی از اون بخوا که برای تو طلب بخشش بکنه. عمر خلیفه راشد اسلام، مرد شماره 3 اسلام، فاتح ایران، فاتح روم، عمر ابن خطاب امیر المؤمنین. عمر کسی که از خیابانی رد میشه شیطان فرار میکنه. عمر امر شده که از اویس دعا بخواد. کی هم کرده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. روایت کیه؟ روایت مسلم. عمر ازش طلب استغفار بکن. حضرت عمر فرمود برای من طلب بخشش بکن، از خدا برای من عمر طلب بخشش بکن، خدا منو ببخشه. اویس اطاعت کرد از امر. اویس در حال سفر بود. به کجا میره؟ به سمت کوفه میرم، سفارش بکنم به والی کوفه که به تو خنیکی بکنه. نه یا امیر المؤمنین، من دوست دارم همینجوری ناشناس بمونم. سال بعد عده‌ای از یمن اومدن، از اشراف اونها. حضرت عمر خبر میگرفت اویس ابن عامر رو دیدید؟ گفتن بله، خانه محقری داره، زندگی بسیار ساده و پیش پا افتاده‌ای داره از لحاظ امکانات مادی. حضرت عمر فرمود من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که به همراه کمک‌هایی که از یمن میاد شخصی به اسم اویس ابن عامر میاد از مراد، از قرن. مریضی بیسی داشته، مریضیش شفا پیدا کرده، به اندازه درهمی مونده و مادر پیری داره که نیکوکاری میکنه به مادر خودش. این انسان اگر به خدا قسم بخوره، خداوند اون رو در قسمش موفق میکنه، کمک میکنه بهش. از اون طلب استغفار بکنید. اون شخص وقتی برگشت رفت پیش اویس برای من طلب استغفار بکن. اون گفت تو از سرزمین صالحی اومدی، از پیش نیکوکاران اومدی، تو از حج برگشتی، تو مستحق‌تری به دعا کردن برای من. دوباره اصرار کرد دعا بکن برای من. اویس گفت عمر رو دیدیش؟ گفت بله. فهمید که حضرت عمر بهش گفته. سر زبونها افتاد اویس دعا میکنه برای بقیه. اویس خبر شد، شهر و دیار رو ول کرد، رفت. دوست نداشت خبر بشن مردم. اویس از خدمت به مادر به این درجه رسید. نیکی به پدر و مادر، نیکی به والدین، عبادتی که ما بسیار از اون غافلیم، مثل بسیار از عبادت ها که ازش غافلیم. ما میتونیم زندگی خودمون رو زیبا بکنیم. پدر و مادر، هر روز صبح که برادر من سر کارت میخوای بری، بلند شو، دست مادرت رو ببوس، دست پدرت رو ببوس، پیشونیش رو ببوس، حلالیت بطلب، برو. وقتی خونه برمیگردی با روی خوش برگرد، مشکلاتت رو بیرون بگذار، غصه‌هات رو بیرون بگذار، جنگات رو بیرون بگذار. تو خونه سر مادرت خالی نکن. از خانمت ناراحتی سر مادرت خالی نکن، سر پدرت خالی نکن. وقتی با خانمت دعوا میکنی برمیگردی خونه، سر مادرت خالی نکن، سر پدر خودت خالی نکن. کسی رو که مادر خودت میدونی صدا بالا نبر سرش. اگر این کار کردی برو حلالیت بطلب، برو زندگی خودتو مبارک بکن، برو این عبادت رو از اون شروع بکن، توبه بکن. نشنیدی عبدالله بن عباس رضی الله عنه چی گفت؟ مفسر بزرگ صحابه، من عبادتی بالاتر از خدمت به مادر سراغ ندارم در عالم. این در تفسیر همون آیه 16 سوره مبارکه احقاف آیه رو کامل بکنیم. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه بعد الصدق الذی كانوا یوعدونه. در بهشتن وعده صدقی است که الله تعالی به اونها داده. کسانی که به نیکی میکنن به پدر و مادر خودشون در دنیا و آخرت رستگارن. خوشا به حال اونها، خوشنامند. اما اون عزیزانی که پدر و مادرشون از دنیا رفته چیکار بکنیم؟ بد ندونستیم، بد کردیم، نیکی کردیم، فرصت از دست رفته. نه، فرصت خیر هیچ وقت از بین نمیره، فرصت عمل صالح هیچ وقت از دست نمیره، همیشه هست، همیشه این فرصت باقیه. پرونده اعمال بسته نمیشه وقتی که شما هستی براشون دعا میکنید. وقتی شما هستی براشون دعا میکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا بر روایتی که ترمذی و حاکم روایت کردن، با حاکم روایت رو صحیح دونسته،
شخصی از بنی سلمه به پیش محضر رسول صلی الله علیه و سلم رسید: یا رسول الله، پدر و مادر من از دنیا رفتن، آیا من فرصتی برای نیکوکاری به اونها دارم بعد از وفاتشون؟ بله. برو اونها، برای اونها دعا بکن، استغفار بکن، دعا بکن، استغفار بکن. اگر عهد و پیمانی مونده، اون عهد و پیمانشون رو وفا بکن. عهدی داشتن، به جای بدهکارن، به کسی قرضی داشتن، اینها رو ادا بکن. و برو رابطه خویشاوندی رو برای اون خویشاوندانی که از طریق اونها به تو وصل بودن دوباره برقرار بکن. و برو با دوستان اونها نیکی بکن، با دوستان اونها محبت بکن. دوستان پدر رو دوست بدار، دوستان مادرت رو دوست بدار. هر چقدر راجع به پدر و مادر صحبت بکنیم کم گفتیم. هر چقدر راجع به این دو در گرانبها، این دو سرمایه عظیم صحبت بکنیم کم گفتیم. من به نوبه خودم جا داره که ببوسم دست پدر و مادر خودم رو از همینجا و از اونها تقاضای دعا بکنم و از اونها حلالیت بطلبم و اینکه به نام اونها افتخار میکنم، به وجود اونها افتخار میکنم. و شما عزیزان هم مثل من بگید بهشون، به مادر پدرتون بگید دوستشون دارید، بگید اونها رو افتخار میکنید به وجودشون، برید از اونها حلالیت بطلبید، برید رابطتون رو برقرار بکنید، برید با روی خوش، برید قول بدید که دیگه اونها رو ناراحت نمیکنید. مشکلات زندگی ما به والله حل میشه. خیلی از گره‌های زندگی ما از اینجا شروع میشه. وقتی اونجوری با اون عظمتش یک دعا این همه زندگی اون رو متهم شد به زنا، گرچه خداوند نجاتش داد. ما شما یاد بگیریم تا ما به نیکی از ما یاد بشه، مانند حضرت عیسی علیه السلام که الله فرمود و برم به والدتی. فقط مادر داشت، من به مادر خودم نیکوکارم، ولم یکن جبارا شقیا. گردنکش نبود. حضرت یحیی نسبت به پدرش زکریا نیکوکار بود و برم به والدی. حضرت یوسف علیه السلام نسبت به پدرش، حضرت اسماعیل علیه السلام نسبت به ابراهیم علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام نسبت به داوود علیه السلام وقتی گفت که خدایا توفیق بده تا من شکر نعمت تو رو، نعمتی رو که به من بخشیدی و پدر و مادر من ادا بکنم. از الله تعالی میخوایم که همه فرزندان رو نیکوکار بگردانه برای پدر و مادرش و همه مادران و پدران رو نور چشم فرزندان رو تا حدی که حداقل خودشون بتونن رو پای خودشون وایسن برایشون نگه داره و همه این جمع فرزندان و مادران و پدران رو در بهشت در کنار هم گرده هم بیاره و اون مادران و پدرانی که از دنیا رفتن رو از بین ما مورد رحمت قرار بده، مورد مغفرت قرار بده. و این دعا رو میکنیم: رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.